آوازی بلبلا در خود بوده کن. اوه باور که راحت کردیم جانت راحت میکنه. این هم برادرها برای ما و شما هم خیلی جواب کردیم. هزار رحمت میگیم. تاجیکان اینجا آمده که اینو باور که حلاوت بودیم. خیلی سلامتی در جای اول است برادرها. کسی که سلامتی خودش نگاه میکنه این یکمش که سنت پیغمبر اینجا آمد. بله. سلامتی را نگاه کردن در کار برای که عمری دراز ببینی آینده در همین خیلی شانه. خوش باشه رحمت از اون رحمت باشه. شاید شنبه محله هستد یک پیش رستوران قند کوچه باهودین و 13 رو 5. من برادرها میگن شنیدن که بود مانند دیدن بیاین ببینین که هر اپاراتوی زمانوی اگر راست دلبیتت میکنن کیف میکنی همیش خیلی راحت ده. سلامت باشید. این برادرای عزیز دوستان عزیز خیلی نختون دیده استین این برادرها با امروی برادرم خیلی برادرم میشناسین حجت بشناس کردن هم نیست همی هر وقت در اینترنت ها میبینیم آدمی اینترنتی بگیم چه خیلی که وقت میکنن آدمی تلویزیونی آدمی اینترنتی هست. هزار رحمت با حرکت همین نو میگه مادرت تولد چی دیوخی اینه من همه توصیه میتونم اینه با خیلی چی گفتن این برادر عزیز گفتنی هم که خیلی اگر یکون بیماری باشه حسابی خون حسابی غلطی خون حسابی واسپلینی باشه مرحمت تاجیکان اینجا در خدمت شما ان شاء الله ما یک سبب میشیم شفای جنبی الله های بله ان شاء الله که یک سبب میشه که شاید شما شفا بگیرین ام خدا شما دیگر رحمت زنده باشید زنده باشید سلامتی خانه آباد باشید زنده باشید سلامتی در جای اوله همه وقت سلامتی را نگاه کنیم همه چی میشه. بله. زن جای خودش داره فرزند جای خودش داره پدر و مادر جای خودش داره. بله. سلامتی جای خودش داره برادر همه سلامتی را سلامت باشید زنده باشید. انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن مرحمت زنگ بزنین آفیسشون در مترو وادنی استادیوم است آفیسشون مرحمت کنین برادرها البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما است مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین واقعی سربلند و خانواد باشین همه وقت جیبکاتون پری پول باشد. زنده باشید.